سواری ایران از خود شهر چابهار ساخت خورد. حالا خدا شکر در شهرستان دشتیاری و چابهار اکثر تیم ملی ایران بچه اینجا تشکیل میدن. استعداد خیلی بالایی دارن و موجه که در شهر دشتیاری هست در هیچ کجای ایران ما نداریم. حتی در منطقه بچه‌ها ما در مسابقات ملی و بین‌المللی شرکت کردن. اکثریت سکوهای ایران بچه‌های خود همین شهرستان کسب کردن. من عثمان بلوچی هستم، معروف به شکور. چابهار زندگی میکنم و ورزشم هم موج سواری هستش. ورزشی که تنها توی چابهار در ایران فقط میشه انجام داد. من تونستم امسال نفر سوم ایران و سال گذشته نفر دوم شورت بورد و لانگ بورد بشم. امسال مسابقات آسیایی توی هند برگزار شد و ما نتونستیم توی اون مسابقات برسیم و به نظر ما واقعا توانایی این رو داشتیم که توی فاینال مسابقه توی چارتای برتر یا حتی مدال بگیریم. واقعا این توانایی رو داشتیم. ما توی بزرگترین موجای طوفان چابهار موج سواری میکنیم، موجای 3.5 تا 4 متر که حتی صیاده هم نمیرن توی آب، ولی ما توی اون آب موج سواری میکنیم. ما سهمیه المپیک آسیایی داریم برای مسابقات ژاپن و امیدوارم که بتونیم این مسابقات شرکت کنیم و پیگیری‌های لازم انجام بشه. من همایون فولادی هستم، روستای رمین. از 7 سالگی موج سواریمو شروع کردم تا به اینجا رسیدم، مقام 4 کسب کردم. من بنیامین فولادی هستم، در شهر چابهار روستای رمین زندگی میکنم. من تو 12 سالگی دارم موج سواری میکنم. 2 مقام اول آوردم، امسال یه مقام 4 آوردم. دنبال این هستیم یه پایگاه موج سواری رو در واقع راه اندازی کنیم و موجهای خوبی رو در واقع که در دهان اقیانوس هستیم در 4 فصل رو ما داریم. سایر ورزش‌ها رو میتونیم توسعه بدیم و گردشگری ورزشی رو میتونیم در این حوزه رو ما داشته باشیم. کمپ‌های ورزشی از نقاط مختلف کشور میتونن بیان در این نقطه. ناوید جزگان هستم. امسال در مسابقات کاپ آزاد کشوری مقام اول رو کسب کردم در رشته لانگ بورد. من 13 سالمه، کلاس 7 هستم. ایشالا امسالم اگه مسابقه دادم مقام اول رو کسب کنم و با ایران رو سربلند کنم. خدیجه خدیر هستم از شهر چابهار روستای رمین. 2 ساله که دارم تمرین میکنم. 12 سالم، امسال کلاس 9 هستم و اولین بار که مسابقه لانگ بورد شرکت کردم و مقام 4 کسب کردم. من رویا رئیسی هستم، 13 سالمه و تقریبا 1 سال و نیم میشه که میام تمرین میکنم و نرفته بودم مسابقه. ایشالا دفعه بعد که رفتم منم باشم. نوشین جهاندیده هستم، 13 سالمه، کلاس 7 هستم. 2 سال موج سواری میکنم. امسال به دخترها آموزش بدم. سلام، من نوشان جهاندیده هستم. من به موج سواری خیلی علاقه دارم و دوست دارم مثل خواهرم مقام دوم کسب کنم، ولی دوست دارم همیشه مثلا ببخشید اشتباه شد، خواهرم مقام دوم کسب کرده، من دوست دارم مقام اول رو کسب کنم.